اسم من محیدین هستم، اهل کمر. من هارون جلو هستم از کشور بورکینافاسو. من محمد مزمل از کشور اوگاندا. من از بورکینافاسو اومدم. من در کشور پاکستان هستم. بنده از کشور افغانستان هستم. بنده از هندوستان است. از پاکستان هستم. از کشور بنگلادش هستم. از پاکستان. از کشور عربستان سعودی. از کشور نیجریه. من از ایالات متحده کن اند سلوغون اومدم. یک کلمه بزرگ و طلایی گفت که ما در اینجا صاحب خانه هستیم. مقام عظما یک کلمه بزرگ به زور گفت، زور زد گفت، زر زد گفت، کی گفت من طلبه گم نمیشم. چرا نمیشی؟ کاری که عظما میکنه آدم رسوا میکنه. من دلم عظما رو میخواد، کسی ما رو نمیخواد. الان دلم مثل که زور زد گفت یه چیزی. ما چند روز اصلا خواب و خوراک نداریم به خاطر عشق رهبر. چند روز بنده خدا شب و روز ندارم. خانم کی آقا میاد؟ خانم کی آقا میاد؟ ای وای خانم کی آقا میاد؟ خانم کی آقا میاد؟ ما اصلا خواب و خوراک نداشتیم، اصلا هیچی نمیتونستیم، نه بخوریم نه بخوریم. ای آقا اومدن، حالا بدیم بخوریم. ساندویچ بخوریم، بخوریم آقا بخوریم. وقتی حاج آقا فرمودن که شما غریبه نیستید، شما مهمانی هم نیستید، شما اهل وطن هستید. واقعا کل طلبه از کل جهان، تقریبا 100 کشور طلبه از 100 کشور آمدن. فکر میکنم کل طلبه گریه کردن. این خیلی 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 مؤثر بود. بابا ما که جز اون 100 تا کشور نیستیم که. حالا اینا عبدالله نمیدونن، ما که طرفو میشناسیم. یکی از مسائلی که ایشان اشاره فرمودن مسئله صبر و بردباری بود. آقا سر میکروفون رو بیار پایین. من از کشور لیلیپوتا اومدم مقام عظمای گالیور رو ببینم. گالیور عظما نقشه گنجورت کن بیاد. مهمترین چیزهایی که بهشون اشاره کردن این بود که ما باید در تمام مراحل زندگی در تحصیلاتمون باید صبر داشته باشیم. ما از هند آمدن کرده ہے، زندگی رها کرده ہے، پول، ثروت، شو هندی، امیتابھ بچن، ویجی همه چیز رها کرده ہے. آمد اینجا چون تو کم کسی مقام عظما تحویل نگرفت، ما خودمان تحویل گرفت و برد. آنجا در هند مقام عظما زیاد هست. آنجا در هند او را میپرستن، همه میگویند بله، حضور اصلی و میزبانان اصلی طلاب و روحانیون و علما و مراجع هستند. حسین هم میارید فردا؟ بله، از الان آماده باشه حسین آقا. بابا آماده باش دارم، زود باش، الان یه آزاد باش میشم. سلام علیکم. چیه این ببینم؟ الان نزدیک پل فرهنگ هستم. انتهای خیابان میشه بخونیدش؟ یعنی با چینی؟ چینی بخونید. خامنه‌ای 我们爱你 یعنی امام خمینی ما همه شما را دوست دارم. چیه این ببینم؟ من چینی هستم، دارم به خط چینی برای مقام عظما می نویسم. از بعد چینی هم چشمم دیده نمیشه. میشه بخونیدش؟ به چینی میخوانم. یعنی سلامی به گرمی آش رشته با پیازداغ روش نوشته تریبت منو کشته برای مقام عظما. Jangan dijadikan hanya sebagai perasaan, tetapi jadikanlah sebagai kecintaan yang teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. فارسی است که من میخوام صدای دلم را به شما بگم که بیا این عشق ما را فقط عشق احساساتی نمونه،
یعنی عشق ما را به زندگی ما را سریان پیدا کنه. یعنی این عشق رهبری که داریم عشق احساساتی فقط نشه، ولی عشق که همراه با اجرا کردن، یعنی عشق که همراه با اجرا کردن است، نمایش کردن است در طول زندگی ما، در هر چیزی باشه. کشباش لاش باش باش بیچ بیچ بوچ بیچ بوچ منچ بوچ بیچ بورت بوچ بوچ چوچن. یعنی من هم به مقام عظما اشک داشت، اشکنه داشت چیزی، مقام عظما اشک یعنی عشق کوچک. حالا میخوام صدای دلم رو به شما بگم که با شما صحبت بکنم. مردیم از گشنگی، عشق مقام عظما رو بذار لای نون بخوریم. حالا صدای دستم رو به شما بگم، ببینم مقام عظما چیزی کف دستمون میذاره یا نه. حالا صدای کمرم با شما صحبت کن. عشق مقام عظما چقدر کمر شکنه. ای آخ، بقیه اعضا و جواره بدنم صداشون گرفته، بدن ضبط میکنم میفرستم برای مقام عظما ایشالله.